یقول میگوید انها یقینا که امی گاو که است، انها امی حیوان بقرتون یک گاوی هست که لا ذلول، نه تو گاوی است که ذلیل شده باشه، تو ذلیلی که تثیر الارض، زمین زیاد قلبه کرده باشه، همو چاپای همو چیز در وجودش مانده باشه. این قسم هم نیست. بعضی علما میگن نه، میگه تو گاوی ذلیل نیست، بلکه تو گاوی خوب، اما تو قوی هست که تثیر الارض، کمی علاج بیتی از که مست است، عین همو زمین هم که شاخ خود میزنه قلبه میکنه. همین چیزای مفصل است. والله اعلم. ولا تسقي الحرث، و کشزار یعنی بعض گاوها را در چیز حساب میکردن، نه در آب مثلا سابق قرات بود، باز او گاو بسته میکردن که همین چی میکرد، هوا میکشید. گفت نه، در زمین کار کرده و نه هم، یعنی گاو متوسط است، هنوز خوب سالم، پوستش همش است. مسلمتون، گاو سالم است، لا شیء داغ نیست فیها، در آن یعنی در جلد از او کدام داغ و چیز عیبی نیست. قالو گفتن سیکو الان جئت بالحق، این بهتر بگیره. سیکو آدم های بی تربیه و بی ادب نه، اول که تک 3 ساعت بحث میکنه، متوجه هستی؟ 3 ساعت که بحث میکنه، دلیل میگه وقتی در آخر آمدی بازی واسه که بگه تشکر، خیر، ببین، زنده باشین، من نمیفهمیدم، ولی الحمدلله فهمیدم. آدم های بی ادب چی میگه؟ برو حال سعی شد دیگه، حال نه گپت. میفهم بی تربیه گیره. این حالی بی تربیه و بی ادبی گیره یاد مقابل کی میکنن؟ موسی علیه السلام میگه. چقدر آدم وقتی قرآن نبفهمه بازی جگرخون نمیشه. یک کس که زیاد جر بحث کرد بازی قسم گپا زد، خب میفهمی همین هم از کدام نسل یهود است، عادتای یهود داره، خدا شرمندش. پس از این خاطر گفتم الان جئت بالحق، آل دیگه چی کردی؟ آل حق آوردی. فذبحوها، پس یارا ذبح کردن. میگه و ما کادوا یفعلون، نزدیک نبود که کارا بکنن، نمیخواستن این کارا بکنن، علاقمند از این نبودن. چرا که یاخو بسیار میگفتن که اگه کس به این گاو دز بزنه چی میشه؟ تکت تکه میشه. الله متعال نشان داد که نمی گاو تکت تکه کو، که از تکت تکه گاو برات، پس انسان برات زنده بود. قدرت خدا الله برشان نشان داد. بعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ. الله متعال برش میگه که و اذ و یاد کنین او بنی اسرائیل، اذ هنگامی که قتل کردین نفسا، یک نفس را، یک شخصی را، فدارعتم، پس اختلاف کردین، فیها، در مورد قاتل از او اختلاف کردین. او میگه تو کشتی، او میگه تو کشتی، میگه دی بالا کشتم، او میگه دی پایان کشته، هر کس هم جنجال داشتین. والله و الله متعال مخرج، آشکار یا خارج کننده هست یا آشکار کننده هست، ما کنتم تکتمون، آنچه را که شما کتمان میکردین، میپوشاندین. یا قاتلای اصلی که پت میکردن، الله متعال این را آشکار کرد. و همچنان او عقیده صحیحی که زنده شدن انسان با قدرت الله هست، این همه اینا کتمان میکردن. الله متعال هم عقیده صحیح بعث بعد الموت این هم کتمان میکردن، نه زنده شدن بعد از مرگ نیست. الله متعال برشان نشان داد. سعی کنین کتمان میکردین زنده شدن بعد از مرگ، الله متعال براتون نشان داد که زنده شدن بعد از مرگ حق است و پیش الله آسان است. دیدید که مرده که شما خودتان کشته بودین دوباره زندهش کرد. کتمان میکردن چی را؟ کتمان میکردن که اینمی زنده کردن هم کسی کار گوساله هست. این هم الله متعال این حق هم برشان ثابت کرد که گوساله خودشون تکت تکه شد، گوشاش تکت تکه کردن، به چشم خود دیدن معبودشان. مثل که ببینید که این بوتا یک نفرم تکت تکه کنی، بگو این بوتا یک دفعه خوبه تو جغل کو، باز بیا سعی کو که چی میشه؟ هیچ چیز نمیشه. بعضی کسا رو ببینید که یگان طرف پرستش میکنن، باز میگن اگر دست بزنی دستت خشک میشه. نه تو بیا که ما خیلی ازم نگی، تو جنجال نگو، بیا که من بوت تا برات تو جغل کنم. متوجه هستین؟ فقلنا، پس گفتیم. الله متعال میگه که فقلنا، الله عظمت خدا بیان میکنه. من برای شما گفتم وقتی که ضمیر جمع با الله استعمال میشه، ضمیر چی است؟ تعظیم است. در جایی که الله عظمت خدا بیان میکنه و در جایی که وحدانیت خدا بیان میکنه، باز الله متعال ضمیر چی استعمال میکنه؟ مفرد. قل هو الله احد. اینجا عقیده هست، اینجا کس جای عظمت است. الله متعال میگه فقلنا، پس ما گفتیم. حالا دیدین که معبودتان تکت تکه شد، حالا دیدین که گوسالیتان هیچ چیز کردن نمیتونست، حالا دیدین که خودش از بعد دست خودتان ذبح کرده، مجبور شدن که همون معبود خدا چی کنن؟ بکشن. حالا دیگه دبانشان جنگ است، قوم است. الله متعال ببین چه قسم از پیش از اینا یارو مجبور میسازن انسان‌ها بیدینه که خودشان دیدین که بعد دست خودتان معبود خودتان تکت تکه کردیم. متوجه هستین؟ فقلنا اضربوها، حالا گفتیم توتش کردین، خوب میدهش کردین، دیدین که گوساله دیگه هیچ چیز کردن نمیتونست بردن، حالا بزنین کردیم توتهای گوساله. امر الله هست. ببینید قدرت مرا که ما از توتهای گوساله پس براتون چی میکنم؟ فقلنا اضربوها، پس گفتیم که اضربوه، بزنین امی مقتوله به بعضها، به بعضی از توتهای از امی گوشت از امی گاو. کذالک، این چنین، یحیی الله الموتى،
ببینید قدرت الله را که الله این تو مرده ها را زنده میکنه، این تو مرده ها را زنده میکنه. بعد از اینکه تمام معبودان باطل شما را نیست و نابود کرد و هیچ کس نمان، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک فی الجلال والاکرام، وقتی کی مان باز کذالک این قسم باز الله دوباره مرده ها را چی میکنه؟ زنده میکنه. این بت گسالیتان هم از بین رفت، بت پرستیتان هم از بین رفت، لکن الله متعال این پس ببین چطور زنده میکنه. و یریکم و نشان میده آیاته دلایل قدرت و قوت خدا. الله متعال نشان میده لعلکم شاید که شما تعقلون از عقل خود کار بگیرین. در چی از عقل خود کار بگیرن؟ فی قدرت الله، در قدرت الله، در زنده کردن بعد از مرگ، در قدرت الله به از بین بردن معبودان باطل، در قدرت الله، در حکم الله، در نتیجه معصیتتان عقلتان در کار بگیرین که شما چه قسم به معصیت مبتلا هستین و همچنان متوجه شوین از عقلتان کار بگیرین در صدق رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر از عقلتان کار بگیرید این قسم است. خب آل بیوز ازی که اینها این حالت دیدن و تمام دلایل حق برشان ثابت شد، زنده شدن بعد از مرگ به چشم خود دیدن، نابودی بتها و مجسمه ها و گوساله پرستی خود دیدن، گوساله را که پرستش میکنن، یا آل باید قلبایشان چی میشد؟ چی میشد؟ نرم میشد. لکن میگه بدبختی انسان های بیدینی است که هر قدر برش دین بگویی این قلبش قساوت و سنگدلی داره، هیچ رأی نمیزنه. این علامت است. ثم الله متعال میگه سعی کنین بدبختی بعد از ثبوت حق با قساوت و سنگدلی. چه قسم الله بیان میکنه؟ ثم سپس قسد سخت شد، قساوت قلبی بر شما پیدا شد. قساوت قسد قلوبکم، قساوت نمود یا چی کرد قلبهای شما. من بعد ذالک، بعد از این حادثه، فهی پس امی قلبهای شما کل حجارت مانند سنگ است. یا الله، این قلب شما سنگ است. باز میگه او اشد و قسوه، حتی قلبای مردمای بیدین از سنگ هم کرده سختتر از در قساوت و سنگدلی خود. حالا الله متعال بعضی سنگ ها را میگه شما سعی کنین حتی سنگ ها مطابق امر الله تسلیم هستند. سنگ با اون سختی خود تسلیم امر الله هست. و این من الحجارت، و بعضی از سنگ ها لما یتفجر، و سنگ هایی هستند که انفجار میکند از ایشان، منه از آنها الانهار و جویبارها. وقتی که الله برای سنگ امر میکنه که باز شد چشمه را باز که بر مردم، همون سنگ ببینید که از سنگ سخت آب میبره، اما شما از دلتان ایمان نمیبره. و این منها، و بعضی از سنگ ها لما یشقق، که شق میشه، پاره میشه، فیخرج، و پس خارج میشه، منه از این سنگ پاره شدگی الماء و آب. و این، و بعضی از سنگ های دیگه که هستن منها از این سنگ ها لما یحبط، که مفت سقوط میکنه، این از بالا سعی کنی که یک سنگ کلان لول خورده تکه شدن، من خشیت الله، از ترس الله. مثل که موسی علیه السلام وقتی که در کوه طور رفت سنگ ها تکه و میده شدن دیدشان، من خشیت الله، از ترس الله. وقتی که غضب حکم الله سرشان شد از ترس الله همین سنگ ها. الله متعال چی میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن بالای کو نازل میکردیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کو به خشوع میامد، کو سرگردان میشد از ترس الله. اینه و ما الله، و نیست الله متعال بغافل بخبر عما تعملون، با از آنچه که شما عمل میکنین. پس علامت قساوت و سنگدلی چی هست؟ علما میگن 3 علامت است. وقتی که قرآن میخوانین ببینین اگر در وجودتان از این 3 چیز یکیش پیدا شد قلبتان خوب است، اگر نشد بفهمین شما سنگدل هستین. یکی است انسان‌های مؤمن حقیقی که قلبشان نرم باشه، وقتی که آیات قرآن میخوان اشک‌هایشان میریزه. هر وقتی در خواندن قرآن معنای قرآن که فکر کنی اشک‌هایت سر کرد، عظمت الله را فهمیدی و قلبت نرم شد و اشکایت جاری شد، اینجا میگه تو سنگدل نیستی. دوم، اگر اشکت جاری نشد، اگر چشمایت پر از اشک شد، پر از آب شد، باز هم تو سنگدل نیستی. و اگر در چشم تاثیر آمد، حداقل در قلب تو خوف، ترس پیدا شد، محبت الله پیدا شد، باز هم تو چی نیستی؟ سنگدل نیستی. و از گناهایت اگر پشیمان شدی، باز سنگدل نیستی و رجوع به طاعت الله کردی، سنگدل نیستی. اگر نه که قرآن خوانده شد پس که خیستی، اونمو حالت و اونمو چیز، باز اینجا میگه که علامت از بفهم که سنگدل هستی و
اینمی علامت در وجود است. خب حال الله متعال دیگه بیادبیش بیان میکنه، بیادبی یهود بنی اسرائیل بیان میکنه. متوجه باشین که ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما در این بیادبی ها دچار نشوین. متاسفانه که بسیاری از مردم ها دچار شدن. یکی از بیادبی های علمای یهود چی بود؟ که اونها بسیاری از کتاب الله را تحریف میکردن. آل قرآن لفظا تحریف کردن نمیتونن، چون الله متعال حفظ قرآن معجزه قرآن قرار دادن. دیگه کتاب های معجزه را نداشتن. معجزه قرآن چی است؟ حفظ قرآن توسط الله است. لکن معجزه لفظی نمیه، لکن تحریف معنوی در قرآن میه. بنان تغییر احکام قرآن به اشکال دیگر. حال الله متعال میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بر از اینا احکام دین و قرآن و سنت برشان بیان میکردن، یا دیگه چی میکردن؟ میفتن میشه کمی یهودیای علمای یهود اینا هم اصلاح شون، توبه بکنن. و بعضی از علمای یهود مثل عبدالله ابن السلام رحمه الله این توبه کرد، از ایمان آورد و از اعتقادات غلط یهودیا و از تحریف گپا توبه کرد و آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و لا اله الا الله محمد رسول الله را خواند. آل صحابه بر دیگرای از اینا هم چی بودن؟ طمع میکردن، امید میکردن که اینا چیز شون. الله متعال گفت که افتطمعون، آیا شما طمع میکنین، آرزو میکنین، امید میکنین از بنی اسرائیل ان یؤمنوا، ای که ایمان بیاورن، لکم بر شما، و قد و یقینا لکم. اینجا ایره میگن لکم یعنی به سببکم، لام سببی است، یعنی لاجلکم، یعنی به سبب دعوت شما، به اساس دعوت شما تو امید میکنین که اگر ما اینا رو دعوت بکنیم اینا ایمان بیارن. و قد کان و یقینا که بود فریق گروه منهم از بنی اسرائیل یسمعون میشنیدن کلام الله را، ثم یحرفونه، باز می کلام الله را که تورات بود این چی میکردن؟ تحریف میکردن. آیا این تحریف به اساس بی عقلی میکردن، بی علمی میکردن؟ نه، من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه او را خوب درک میکردن، لکن بعد از درک و فهم بعد از او هم چی میکردن؟ تحریف میکردن. و هم یعلمون، در حالی که یا میدانستن. یعنی این جنایت خدا میکردن با وجود از اینکه میفهمیدن که یک جنایت است. و اذا و هنگامی که دیگه بیادبیشان چی بود؟ تحریف خو میکردن، تغییر خو میدادن. اینا اگر کسی تحریف میکنه و تغییر میده معانی قرآن، بسیاری کسا هستن که معانی قرآن درست فکر خدا نمیگیرن، نمیفهمه که قرآن چی میگه، باز می از دل خود آیات قرآن دیگه طرف برده میره، دیگه طرف چی میکنه. اینا هم اینمی قسم که دلعنت الله و ضالی مغضوب علیهم شدن، سر از اینا هم غضب الله میه. دیگه بی ادبیشان چی هست؟ حق پوشی هست. بسیاری وقتا که هست نمیگن، اما آیات قرآن و آیات نمیگن، آیات تورات پت میکنن. حتی رسول الله یک وقت گفت آیت رجم بکشین، یک عالم شما پت کرد، کتاب باز کرد، قسمت از باز خدا اینو بخوند کجا هست؟ رسول الله بالا کو دستت، این زیر دستت پت کردی. حالا بسیاری کسا هست احادیثی که صحیح است رو چی میکنن؟ پت میکنن. این هم عادت علمای یهود است، علمایی که اینا با دنیا ایمان آوردن و از آخرت به آخرت کافر شدن. و اذا و هنگامی که لقو ملاقات کنن، روبرو شون، الذين آمنوا، با کسایی که مؤمن هستند، با امرای مؤمنا، با امرای مسلمان ها، با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وقتی که روبرو میشدن، قالو میگفتن آمنا، ما ایمان آوردیم، ما مسلمان هستیم، ما دیندار هستیم. و اذا و هنگامی که خلوت میکردن بعضهم الی بعض، بعضی از یهودیا با یهودیای دیگه خود، قالو میگفتن همین تکاش بر تکاش میگه اور ملامت میکرد، او بی عقل چرا دیگه پاره تو برشان گفتی که عادت تورات ما میگه است آمده است، چرا دیگه برشان گفتی؟ اتحدثونهم، آیا شما بر از اینا بیان میکنین؟ بیان میکنین احادیث بر از اینا، سخنها را بر از اینا بیان میکنین، بما فتح الله علیکم، با آنچه که فهمانده شده برای شما. یعنی شما میفهمین که همین چیزا در کتاب هست، دلایل نبوت رسول الله صلی الله علیه و صدق رسالت رسول الله صلی الله علیه و حقانیت قرآن. یکی در تورات بود، یگان تا از اینا که در مجلس که رسول الله صلی الله علیه و میشیچن، بازیا میگفتن یا رسول الله، میگه گپایی که خودت گفتی در کتاب ما هم هست، ما هم خوانده بودیم در تورات. باز وقتی که تنها میشدن، یک ایدگاهش این کافرای بیدینش، چرا گفتی این آیات تورات چرا برای پیغمبر و برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و گفتی؟ این حال خب بازیا چی میشن؟ بازیا دلیلشان قوی میشه. پد کنین، نگوین برشان، بر مردم بگوین که چی گپا نیست. کفری نمیست، بیدینی همی است که بعضی کسا حق میفهمن که این آیت قرآن است، میفهمن این حدیث رسول الله صلی الله علیه و است. بازور چی میکنن؟ به خاطر منفعت دنیا، به خاطر ازی چرا؟ والا اگر این حدیث بگویم باز قماندان صاحب خفه میشه. اگر این حدیث بگویم
اون ریش سفیدا باز خفه میشه. اگر اینی آیت بگویم فلانی خفه میشه. خیلی چی کنیم؟ ایره نگو. خیلی چی نمیگی؟ چند تا گپایی بگو که تو. پس این عادت علمای یهود است. دیگه یا چی میفتن؟ قالو میفتن اتحدثون هم آیا شما بر از اینا سخنها را برشان بیان میگن به ما با آنچه که فتح الله فهمانده هست بیان کرده است علیکم بر شما، یعنی الله نازل کرده بالای شما و او را بر شما بیان کردن لیحاجوکم، تا که باز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و خود رسول الله صلی الله علیه و باز حجت و دلیل بگیرن از گپ خود شما برتون بگه خب این در کتابتان است چرا قبول ندارین؟ بهی با آن عند ربکم به نزد پروردگارتان بازی دلیل بگیرن و ما در روز آخرت هم توسط از اینا رسوا و خوار شویم و بگن که یا الله خودشان اقرار میکردن که می دلایل از بازی انکار میکردن. افلا تعقلون، بازی کلان کاراش بر ازوا چی میکردن؟ چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ دیگه نکنین، دیگه گپا رو نگوین پیششان، هیچ 100% منکرشان بگین، هیچ گپا هیچ دلایل در کتاب‌های ما وجود ندارن. لکن الله متعال میگه که این خو یکی دیگه خدا میگه عقل نداری. این عقل نیست. عقل چی است؟ کمال انسان و عقل انسان داری است که وقتی تو کتاب الله را میخوانی و سنت پیغمبر الله را میخوانی، عقل تو وقت کامل میشه و خودت انسان کامل هستی که عظمت خالق در قلب تو وجود داشته باشه و بفهمی که اگر این مردم نفهمه الله خو میفهمه. اگر من صحابه را بازی میدم یا مسلمان ها را بازی میدم الله خو بازی نمیخوره، الله خو میفهمه. الله متعال امیر برشان میگه که اولا یعلمون، آیا نمیدانن امی کسایی که گپا را میزنن ان الله، یقینا که الله یعلم و میداند ما یسرون، آنچه را که یا میپوشانند پت میکنن و ما و آنچه را که یعلنون به شکل علنی، هر چیزی را که یسرون سری میگن پت میکنن الله میفهمه و آنچه را که علنی میگن یعلنون اعلان میکنن این هم الله متعال چی کرده میفهمه. آل از علما را گفت میگه سعی کن بعضی عوامی که گمراه میشن بیدین میشن، این خطاب از برای عام مردم. علمای بنی اسرائیل خب این علتها کافر و بیدین شدن و خب به خاطر مطامع دنیوی حق پوشاندن. امیهایشان همین مردمای عوامشان چی عادت داشتن؟ میگه و منهم، بعضی از اینمی مردمای عوام چی عادت دارن؟ که فقط عوام الناس خالقشان رواج است، نفس خود. افرایت من اتخذ الهه هوا، والا از پدرهای ما مانده، دمونگ پلرون هم دغه صفات دیده، والا از باباهای ما مانده. اینمی رواجهای ماست، ما نمیتونیم تقالید خود دور شیم. الله متعال میگه همین گپا را یهودیا میزدن، هر کس که میزنه و هم شاگرد یهود و اینمی مردم است. و منهم، بعضی از اینا امیون، مردمای بی سواد بودن، ناخوان بودن. متوجه هستین؟ لا یعلمون الکتاب، که اینا از کتاب چیز نمیفهمیدن، تورات هم نمیفهمیدن، عوام الناس هستن، هیچ کتاب خودم نخواندن الا مگر بازی‌ها چی داشتن؟ امانیه، امو خواسته ها و خواهشات نفسی خود داشتن. باز میگه والا تو گمش کو از این گپا گپ نزنه، یگان ذره خاص این کارهای دلم بکو دیگه. عالی رواجارم گمش که مولوی صاحب غیر قرآن و حدیث میگی، سنت میگی، خیر رواجات چطور میشه؟ خیر بابا کلانای ما چطور میشه؟ فلانیای ما چطور میشه؟ ها؟ این خواهشات جاهلانه بی سوادا را بیان میکنن. و این هم الله متعال میگه که اینا نبودن الا یظنون، که گمان در شک و گمان زندگی میکردن، یا فکر میکردن که اگر ما مطابق رواجهای خود زندگی بکنیم باز ما نجات پیدا میکنیم. الله متعال باز می سر علما. ببینین علمایی که حق بیان نمیکنن، علمایی که به خاطر منافع دنیوی کتاب الله و سنت رسول درست بیان نمیکنن، الله متعال بیان کرده میره که سعی کنین که علمای بدبخت بنی اسرائیل این کار کردن و شما علمای امت رسول الله صلی الله علیه و فکرتان باشه که به این گپ ها مبتلا نشین. الله متعال میگه فویل، پس بدبختی هست، شدت عذاب هست، یا کندی از کندهای دوزخ هست، یا هلاکت است. ویل چندین معنا میشه. ویل یعنی وای بر تو. اصلا در عربا وقتی که میگه ویل لک، وای بر سر تو، چرا این کار زشت میکنی؟ ما شما میگیم وای بر تو، یعنی بدبختی باد بر تو، شدت عذاب سر تو باد، یک کندی از کندهای دوزخ مستحق شوی، هلاک شوی. فویل، الله متعال میگه پس ویل از کند دوزخ است، شدت عذاب است، بدبختی هست، هلاکت است. للذین، برای کسانی که یکتبون می نویسن، چی نه؟ یکتبون می نویسن الکتاب، کتاب را، بی ایدیهم، با دستهای خود، ثم یقولون هذا من عند الله. اینی
انسان هایی که تحریف کننده هستن و انسان هایی که بدعت ها را رواج میدن. خودشان قصه ها را جور میکنن، خودشان داستان ها را جور میکنن، بازی را میان به چی نسبت میدن؟ به الله متعال نسبت میدن. موسی علیه السلام رفت دروغ سر موسی علیه السلام تهمت میگیره که موسی علیه السلام یک جای رفت، باز یک سنگ تراش دید و باز خانه سنگ تراش چپک کرد، باز موسی علیه السلام در کوه رفت، باز که از کوه پس پایان شد، باز در اونجا در کوه تور رفت، باز الله متعال موسی علیه السلام گفت چرا سنگ تراش دلش چیز کردی؟ این کلش دروغ است. امیال در بین مردم چقدر رواج داره، بازی را با بسیار زارنالگی و بسیار خوبش میخوانن، بازی مردم عوام نازه که بر شر گیرانهای دروغی را ریختان نمیره، قرآن نمیخوانن، دین نمیخوانن، این قصه های دروغ است. الله متعال میگه فویل، پس شدت عذاب است للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، با دستایشان، ثم یقولون، باز میگه هذا من عند الله، این از جانب الله هست. در کجای جانب الله است؟ بکش همین قصه را، مثلا اگر تو واقعا مسلمان هستی بکش همین کجای از الله و قرآن نازل شده، از الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله، قرآن و سنت است، بکش در کجایش هست، در کدام صفحه هست؟ اینه لیشترو، میگه یادش هست لیشترو، تا بگیرن در مقابل از چی؟ بهی، در مقابل این دروغ و بهتان خود علمای یهودی میکردن، همین چیزا را خودشان رشته میکنن، باز میفتن از جانب الله هست. الله این گپا را گفته لیشترو، تا بگیرن یا بخرن، بهی در مقابل از امیر با ثمن قلیلا، یا بفروشن در مقابل پول. کلمه شراک است، بر دوش استعمال میشه، خب هم به خریدن هم به فروختن. ثمنا قلیلا، در مقابل پول اندک. فویل لهم، پس وای شدت عذاب است، لهم برایشان، مما کتبت، به سبب آنچه که نوشته هست، ایدیهم دستایشان، و ویل، و شدت عذاب است، مما یکسبون، از آن چیزی که اینا کسب میکنن. شما سائل کنین، علما میگن، مفسرین کرام میگن که سعی کن در اینجا 3 مرتبه ویل و شدت و عذاب در این آیت ذکر شده. 3 مرتبه شدت و بربادی بر از اینا ذکر شده. اول مرتبهش چی است؟ اول مرتبهش به خاطر از اینکه حکم غیر شرعی را ایجاد کرد، یعنی چیزی که در شریعت نیست او را آورد در دین داخل کرد. پس سرکسایی که چیزی که در دین نیست او را نسبت به دین میده، قصه ای که مربوط پیغمبر است و او در قرآن و سنت نیست او را به پیغمبر نسبت میده، یا کدام عبادتی که در قرآن و سنت نیست این را به پیغمبر و به قرآن و به دین نسبت میده، بالای از این هم شدت عذاب است. دوم ویلو، به خاطر ازی گفته شده، به خاطر که اینا باز امی جنایت، امی بدبختی را که میکنن، ایره چی میکنن؟ ایره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به الله نسبت میدن، سر از اونا تهمت میکنن. یعنی اول خب به دین نسبت دادن، دوم تهمت کردن، افترا کردن. خب امی کار را که تو میکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن نه؟ چی معنایش این است که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دین صحیح تبلیغ نکرده، صحیح عمل نکرده. پس اینا افترا و تهمت میکنن سر کی؟ سر الله. باز برشان شدت عذاب است و کند دوزخ است. و سوم مرتبه به خاطر ازی گفته که این عمل بیخی کسب خود ساختن، از اینمی کار، از اینمی بدعت ها یا دیگه پیسه پیدا میکنن، مال پیدا میکردن، عایدات پیدا میکردن، کلش به ضد دین کار کردن و پیسه گرفتن. این یادتشون. پس الله متعال 3 مرتبه اینا رو گفت که 3 مرتبه سر از اینا هلاکت الله هست، به خاطر ازی که به دین چیزای غلط نسبت میتن، در کتاب و سنت نیست. دوم به خاطر ازی که افترا میکنن، تهمت میکنن سر الله، تهمت میکنن سر رسول الله صلی الله علیه و از این خاطر هر بدعت دلالت است. و علما میگن که ابلیس، شیطان از گناه کبیره کرده در بدعت خوشحاله. چرا؟ گناهکار ضربه به خود میزنه، بدعتکار ضربه به دین میزنه. گناهکار دشمنی با خود میکنه، بدعتکار دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. گناهکار خود متهم قرار میده، بدعتکار الله و رسولش تهمت میکنه. از این خاطر ابلیس بدعتکار خوش داره نسبت به زناکار. العیاذ بالله، الله حفظ بکنه. و باز علت دیگه چی است که مردمش میگن؟ اینمی تهمت بالای الله و رسولشه وسیله چی ساختن؟ وسیله تغذیه خود. از این طریق پیسه پیدا میکنن، از این طریق عایدات پیدا میکنن. وقتی که ردش کنی باز میگه خیلی باز چی بخوریم؟ سر دین پیسه میخوری، الله رزاق است، برو جولیگری بکن. به ادبی دیگه علمای یهود چی بود؟ بازی علمایی که این قسم هستن و این کار میکردن، بازی ها چی عادت داشتن؟ بازی ها دیگه خودشان در غندی خیر شیشته، من خود جنتیستم، من از قلب خود در قلب تو ایمان تیر میکنم، من خود خلاص است، من خود قلب من 100% قلب پر از ایمان است و من خود دیندار هستم و من دستم برکتی هست و من چپنم برکتی هست و من لنگیم برکتی هست
متوجه است؟ این پایای ما که ماش کنی یا برکتی هست. ما خود دوزخ نمیرم، ما خود جنتی هستم. منتها چی گپ است؟ شما الله میگه علمای یهود می عادت داشتن. چی عادت داشتن؟ و قالوا میگفتن امی علمای تحریف کننده، امی علمای بدعتکار، امی علمایی که ضد بیادب، امی علمایی که ضد موسی علیه السلام خیسن، امی که خیسن کتابا رو تحریف کردن. باز چی میگفتن؟ و قالوا و گفتن لن تمسنا النار، هیچ آتش به ما نمیرسه. ما کجا و دوزخ کجا؟ و اگر احیانا گپ شما صحیح شود ما کدام روز برسیم الا ایام معدود، اگر بسیار گناه زیاد هم کنیم، مال مردم بخوریم و حرام بخوریم و تجاوز بکنیم به هر چیز، باز اگر در دوزخ هم بریم شاید یک روزک دو روزک باشیم، باز ما دیگه اصل جنتی هستیم. الله متعال میگه قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و اتخذتم، آیا شما گرفتین آیا شما گرفتین عند الله از نزد الله عهدا، کدام معاهده، کدام پیمان، کدام سند دارین که شما جنتی هستین و در دوزخ نمیرین؟ فلن یخلف الله عهده، باز اگر همون یک پیمان داشته باشین باز الله پیمان خدا یا عهد خدا نقض نمیکنه. ام تقولون علی الله، یا ای که تقولون میگوین علی الله بر الله ما لا تعلمون، آنچه را که شما علم ندارین. بلا الله متعال عالم مردم هایی که این کارها را میکنن، به این بدعت ها مبتلا هستن، به این گناه ها مبتلا هستن. الله متعال میگه که پیش الله متعال اونمت یک شریعت است صاف و روشن، صادقین و کاذبین، مؤمنین و کافرین، صفش معلوم دار است. بله من کسب سیئتا، هر کسی که انجام داد، کسب انجام داد، کسب کرد، سیئتا گناهی را، و احاطت باز ایره آنقدر گناه کرد که در گناههای خود غرق است، احاطه کردش همین گناههایش، بهی به او خطیئته و اشتباهها و گناههایش، فاولئک، پس اینی مردم که هستن که غرق هستن در گناه، که توبه نمیکنن دیگه گناه خودم چی فکر میکنن؟ فکر میکنن گناهایی که ما میکنیم، بدعتایی که ما میکنیم کلش خوب است. فاولئک اصحاب النار، اینی مردم ها صاحبان یا اهل دوزخ هستند. هم امی مردم فیها، در امی دوزخ، خالدون، بر همیش می باشن. این فیصله الله هست، این فیصله الله هست، برشان بیان کن. اگر کسی ایمان حقیقی داشته باشه، صادق باشه، راستگوی باشه، دیگه خود از هر منطقه و از هر طایفه که باشه، باز الله متعال بر از او جنت خلق کرده. والذین، و کسانی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن، اولئک، همی گروه مردم، اصحاب الجنت، اصحاب یا اهل جنت هستند. هم ایشان فیها، در همی جنت، خالدون، همیشه می باشند. علت رفتن به جنت چی هست؟ علت رفتن به جنت چی هست؟ اونمو پیمان و تعهدی که کردی، با او پیمان و تعهد خود باید استاد باشی. الله متعال میگه بله اگر شما اینی عهدا و پیمانی که همراه شما شده اگر امی رو تطبیق بکنین باز جنتی هستین. الله از اونا چی پیمان گرفته بود؟ الله متعال میگه و اذ، و هنگامی که اخذنا گرفتیم، میثاق بنی اسرائیل، عهد و پیمان بنی اسرائیل را. این پیمان ها چی بود؟ آل حسابش میکنن. پیمان نمبر 1، لا تعبدون الا الله، بغیر از الله کسی دیگه را عبادت نکنین. عبادت ها را گفتیم 6 قسم: عبادت فکری، عبادت قلبی، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی و عبادت قانونی. 6 قسم الله عبادت میشه. دمی 6 قسم بر از اینا گفتیم که لا تعبدون، امی عبادت ها را نکنین الا الله، بغیر از الله. این پیمان اول انجام دادین جنتی هستین، نکردین دوزخی هستین. و بالوالدین احسانا، با والدینتان چی کنین؟ احسان کنین. احسان با مال، احسان با زبان، احسان با حرکات دست و پا. اگر شما به مادر و پدرتان احسان بکنین. و ذی القربا، و همچنان احسان بکنین به اقاربتان، و الیتاما، و احسان بکنین بر یتیما، و المساکین، و احسان بکنین به مسکینا. دیگه چی؟ و قولوا للناس، و بگوین بر مردم حسنا، سخنهای شایسته، سخنهای درست، حق. بگوین بر مردم که محمد رسول الله هست. بگوین که به تمام کتاب ها ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم. این گپ از شما عهد گرفتیم یا نگرفتیم؟ و اقیموا الصلاة، بخوانین نماز، و آتوا الزکات، و بدهین زکات را. ثم تولیتم، لکن شما بعد از چی کشتین؟ رو گشتانین. پس عهد کردین، گفتین که میکنیم، لکن
رو گشتن الا مگر قلیلا منکم، یک تعداد کم شما که امو پیمان خدا عهد خدا حفظ کردن. و انتم در حالی که شما معرضون اعراض یا سرکشی میکنین. و همچنان دیگه چی گرفتیم از پیشتان؟ و اذا اخذنا میثاقکم، از شما پیمان گرفتیم. دیگه پیمان که لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون مریزانین دماءکم خونهایتان را، یعنی یکی دیگه قتل نکنین. ولا تخرجون و خارج نکنین انفسکم مردمان خودتان من دیارکم از سرزمینتان. ثم اقررتم، باز شما اقرار کردین که ما همین کارها را میکنیم. و انتم تشهدون، و شما شهادت هم دادید و حاضر هم بودید در امی پیمان. ثم سپس انتم کسان هؤلاء کسانی هستین که تقتلون انفسکم که قتل میکنین یکی دیگرتان ناحق. و تخرجون و بیرون میکنین فریقا یک گروه بیچاره است و بیچاره خدا باز میگیرتن خانه‌هایشان خراب میکنن برای خود چیز منکم از خودتان هم من دیارهم از سرزمین هایشان از دیگرها را خود میکنین حتی از خودتان هم تظاهرون کمک میکردین یکی دیگر چی میکردین خدا ظاهر میکردین به همکاری و کمک چی علیهم یعنی آشکار میکردین علیهم بالایشان چی را الاسم گناه را یعنی به گناهکارا را چی میکردین کمک میکردین وقتی که میدیدین که یک گناهکار است باز شما میرفتین در پالوی گناهکار استاد میشین کمک میکردین گناهکارا را علیهم بالایشان بر از اون مردمای بیچاره بالاسم به گناه والعدوان و به تجاوز و این یاتوکم و اگر بیاورند بر شما اسارا اسیران را تفادوهم باز در مقابل اسیرا چی میگن بر از اینا فدیه اجازه نبود که شما در عوض اسیرا میرفتن چور چپاول میکردن یک چند نفر بیچاره رو میگرفتن باز رو پس میرفتن چی میگن در مقابل از او پیسه میگرفتن از اون مردم باز الهشان میدن اختطاف میکردن باز میگن فقط پیسه ما را بده و هو در حالی که امی کار محرمان حرام بود علیکم بالای شما اخراجهم خارج کردنشان یعنی خارج کردن از این مردم از خانه هایشان این هم چی بود ناروا بود افتؤمنون ببعض الکتاب این یکی از صفات خطرناک یهود همی است که به بعض کتاب افتؤمنون آیا ایمان می آورین به بعض الکتاب به بعض کتاب و تکفرون به بعض و به بعض دیگهش کافر میشن بسیاری مردمایی که یهود صفت هستن مثل بنی اسرائیل واره هستن و حکمشان مثل حکم بنی اسرائیل واره چی است و آیاتی که مطابق مزاجش بود او را قبول میکنه او که مخالف مزاجش بود او را قبول نمیکنه او حدیثی که به مزاج ازی برابر بود مطابق رواج و فرهنگ و کلتورش بود او را قبول میکنه او که باز فرهنگ غلط ازی را نفی میکرد باز او را چی میکنه او را قبول نمیکنه الله متعال میگه افتؤمنون آیا شما ایمان میارین به بعض الکتاب و بعضی کتاب و تکفرون و کافر میشین به بعض به قسمت های دیگر از این کتاب الله پس چیست جزای این قسم انسان ها فما پس چی هست جزا و جزای من کسی که یفعل ذلک انجام میده این کارا منکم از شما الا مگر خزی خواری و ذلت فی الاخرت فی الحیات دنیا در دنیا الله خوارش میسازه ذلیل میسازش کلان جنرال بزرگ است در سر شانهش عسکرای امریکایی بوش کده میره کلهش گردنش این قرار اما تو مرغ واردن مقابلش است ذلیل هست در دنیا که ببینی ذلیل است یک روز یک کس آمد گفت که مثلا یک عسکر پالا شد مرا گفت که برو دو پشت سر دو چوکی بشی بخی تو ذلیل ساخته بودشن در هر جایی که ببینم تو خوار ذلیل به عزت متوجه است حتی پشت دروازه سفارتش میره بازو یک ما پشتش میره بازو دروازه سفارت برش واز نمیکنه اینی مردم ها که از چی هستن الا خزی خواری و ذلت از برشان چی فی الحیات دنیا در زندگی دنیا بسیار ذلیل میباشن پیش مردم ذلیل میشه تاریخ سیاهش نوشته میشه و یوم القیامت و در روز قیامت امی مردم ها یردون برگردانده میشوند رد میشوند به چی الی اشد العذاب به سختترین عذاب و ما الله و نیست الله متعال بغافل بخبر عما تعملون از آنچه که عمل میکنین اولایی که همی گروه مردم الذین کسانی هستند اشتروا که خریدن یا اختیار کردن الحیات دنیا زندگی دنیا را بالآخرت در مقابل آخرت آخرت عزیز دادن زندگی دنیا را اختیار کردن یک چند تا قصر داشته باشیم یک چند تا کروزین داشته باشیم یک چند تا مثلا تعقیبی داشته باشیم در مقابل از چی کردن آخرت از دست دادن فلا یخفف پس الله متعال میگه که متوجه باشین که تخفیف نمیشه کم نمیشه عنهم از ایشان العذاب و عذاب ولا هم ینصرون و نه هم اینا چی است نصرت میشن
ولقد و یقینا که آل اثبات رسالت موسی علیه السلام میگه و از عیسی علیه السلام میگه و از دیگه پیغمبرا رو میگه. ولقد و یقینا که این مردم فکرتان باشه که آتینا ما داده بودیم موسی بر موسی علیه السلام الکتاب، و موسی علیه السلام هم ما کتاب نازل کردیم، پیغمبر ماست، باید به ایمان داشته باشین. باید شما امت رسول هم تکبر نکنین که من پیغمبر قبول ندارم. نه، ما به موسی علیه السلام با عصمت موسی علیه السلام لا نفرق بین احد من رسوله کلش قبول داریم. و قفینا و فرستادیم من بعده بعد از موسی علیه السلام بر رسول دیگه پیغمبران را. و آتینا و همشان ما دادیم عیسی ابن مریم به عیسی پسر مریم علیهم السلام، سلام الله سلامتی الله درود الله بر دویشان باشه، با عیسی و مادرش البینات برای عیسی ابن مریم چی را دادیم؟ معجزه های واضح و روشن را. و ایدناه و تایید کردیم او را به روح القدس با فرستادن جبریل امین علیه السلام که هم پیش مادرش آمد هم پیش خودش آمد. افکلما پس آیا هر وقتی که جاءکم بیاید یا بیاورد رسول یک پیغمبر به ما به آنچه را بیاورد که لا تهوی نمیخواهد مخالف هوای نفس شما است، انفسکم نفسهایتان لا تهوی انفسکم نمیخواهد اون نفسهایتان خواهشات نفسانیتان، استکبرتم تکبر میکنید. ففریقا پس یک گروه از پیغمبران را کذبتم تکذیب کردید. و فریقا ای بنی اسرائیل همی عیب شما هست. و فریقا و یک گروه دیگه از پیغمبران را تقتلون کشید. پس بنی اسرائیل یک پیغمبر را خوش داشتن او را قبول میکردن، دیگه پیغمبر را قبول نمیکردن. امیال تورات قبول دارن، انجیل قبول ندارن، قرآن قبول ندارن، عیسی را قبول ندارن، موسی علیه السلام محمد صلی الله علیه و قبول ندارن. این و قالوا باز دلیلشان چی بود؟ وقتی برشان میفتی چرا این کارها را میکردین؟ بازیا سخنهای پیغمبر به مذاق ساتیری تیر میکردن. باز و قالوا و میگفتن قلوبمون قلبهای ما غلف در غلاف است یا پوشیده هست یا قلف است بسته هست. بلکه الله متعال میگه که نه، قلبهای از اینا بسته نیست، اینا کسایی هستند که حق قبول نمیکنن به خاطر که لعنهم الله لعنت کرده اینا را الله متعال به کفرهم به سبب کفرشان. فقلیلا ما یؤمنون بسیار کم یا ایمان میارن. ولما و هنگامی که جاءهم میآمد برشان کتاب من عند الله از جانب الله، این کتابی که مصدق تصدیق کننده بود، یعنی قرآن عظیمشان تصدیق کننده بود وحدانیت الله را، رسالت پیغمبران را، بعث آخرت، مصدقون که تصدیق کننده بود لما ما هم با آن چیزی که پیشان بود. و کانوا من قبل میگه علمای یهود قبلا چی عادت داشتن؟ یستفتحون امید فتح و کامیابی میکردن که پروردگار آخرین پیغمبران را نازل کو که ما کامیاب شویم پیروز شویم. علی الذین کفروا کسایی که کافر شده بودن، یا میگفتن که اگر پیغمبر و کتاب آخری بیاید دیگه ما بالای شما پیروز میشیم. فلما پس هنگامی که جاءهم آمد ما آنچه که عرفو میدانستن او را آمد، قرآن هم میفهمیدن، پیغمبر هم میفهمیدن و منتظر ازی بودن، کفروا بهی به آن کافر شدن. فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت الله هست بر کی؟ بر کافرها. بئس ما بسیار زشت و بد است اشتروا که فروختن به آن انفسهم نفسایشان را، ان یکفروا این که کافر شدن بما انزل الله با آنچه که الله نازل کرده بود. چرا یا کافر شدن؟ چرا قبول نکردن رسالت رسول الله صلی الله علیه و بغیان به خاطر حسادت، یا خود منتظر بودن که پیغمبر از بنی اسرائیل باید بیاید. مفاخری پیغمبر هم از کی میآید؟ از بنی اسرائیل. وقتی که از بنی اسماعیل آمد، از اولاده اسماعیل علیه السلام آمد، یا دیگه گفتن اوه این دیگه باز بقیان به خاطر بغاوت و به خاطر سرکشی و حسادت، ان ينزل الله این که نازل بکند الله متعال من فضله از فضل کرمش علی من یشاء برای هر کسی که الله خواسته باشد من عبادی از بندهاش. فباءوا پس برگشتن به غضب به غضب علی غضب بالای غضب دیگه. سابق برشان یک دفعه لعنت الله شده بود به خاطر بی‌ادبی در مقابل موسی علیه السلام عیسی علیه السلام، حال غضب دیگه به خاطر انکار قرآن و سنت. وللکافرین عذاب چی است؟ و برای کافرین عذاب چی است؟ توهین کننده. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.